حضرت یونس علیه السلام که او را ذی-النون میگویند، یعنی صاحب ماهی، حضرت یونس در بین قوم خود دعوت و تبلیغ میکند تا اینکه تا اندازه بی‌صبری میکند. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت یونس در بین قوم خود بی‌صبری میکند، قوم را رها میکند. زمانی که قوم را رها میکند می آید در کشتی می نشیند بدون اذن پروردگار، بدون اینکه الله او را اجازه بدهد. حالا پیامبرها هم بشر بودند، ملک نبودند. وقتی به سر حضرت یونس فشار آمد قوم را رها کرد، با کشتی سوار شد، کشتی وسط دریا سنگینی کرد. گفتن از این که تمام کشتی در هلاکت بره، به همه کشتی غرق شوند، بیاییم کشتی را سبک کنیم، یک نفر را از کشتی بندازیم به دریا تا اینکه کشتی سبک شود. و به همین ترتیب وقت داخل کشتی قرعه کشی کردند، یک بار و دو بار و سه بار، هر مرتبه قرعه به نام حضرت یونس بلند می شود. حضرت یونس علیه السلام را پیامبر خدا بدون اذن الله وقتی بیرون می شود، بدون اجازه الله قوم را رها می کند، در مقابل دعوت و تبلیغ بی صبری می کند. خدای تبارک و تعالی او را وقت در بین کشتی چنان ابتلا و آزمایشی می کند که او را بر می دارند، بالاخره به دریا می اندازند. وقتی که او را به دریا انداختن، از دوستا چند هفته پیش هم تقاضا کردم تکبیرها رو اول جای مناسب بگیم و بعد تکبیر یک گوشه بگذاریم. روز جمعه هست تا اینکه از موضوع چیزی درک بکنیم و بفهمیم و ما هم نشه خدای نخواسته در مقابل دعوت و تبلیغ بی صبری کنیم. اگر یک روز کسی به ما حرف زد، اگر کسی به ما حرف زشت گفت، اگر کسی گفت برو به تو نمونده، اگر کسی گفت حال تو هم ملا شدی آخون شدی، ما درس بگیریم که حضرت یونس بی صبری کرد، پیامبر خدا بود، خداوند او به ابتلا و آزمایش قرار داد. پس اینه که دوستا چون وقت هم کمه، 20 دقیقه یا نیم ساعت دیگه وقت مانده، از عموم برادرها درست ذوق شوق و جذبه در بین برادرها هست، از تکبیرها خودداری بکنن. صلوات ختم بفرمایید. همین صلواتی که ختم کردیم، الله سبحانه و تعالی میگه کسی بر حبیب یک درود بگه، ما برای از او 10 درود میگم، 10 صلوات، 10 رحمت نازل میکنم. اما تکبیر گفتن به جای نیامده مگر در چند جای استثنایی. وقتی از فتح و فتوحات صحبت میشه، جای الله اکبر، جایی که یک کافر مسلمان میشه، اونجا جای تکبیر گفتنه. پس به همین ترتیب دوستا متوجه باشند. حضرت یونس علیه السلام وقتی که به بطن ماهی قرار میگیره، به مجردی که او رو به دریا میاندازن، نون نام ماهی هست، نام نهنگ هست، و ذی-النون صاحب ماهی حضرت یونس هست. و ذی-النون اذ ذهب مغاضبا، وقتی که حضرت یونس حرکت کرد، فظن گمان کرد که لن نقدر علیه، فکر کرد، خدا میگه فکر کرد که ما او رها میکنیم، با او قدرت و سلطه نداریم. لن نقدر علیه، وقتی حضرت یونس به بطن ماهی داخل شد، اینجا فوراً دانست که اشتباه کردم، خطا رفتم، لغزش کردم. فنادا فی الظلمات، حضرت یونس ندا کرد در تاریکی ها. مفسرین میفرمایند که این کدام تاریکی ها بود؟ یعنی در تاریکی شب، در تاریکی قهر دریا، در تاریکی بطن ماهی. حالا به داخل بطن ماهی دروازه الله در میزند. فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خدایا لا اله الا انت، نیست هیچ معبودی جز تو یا الله، سبحانك پاکی تو یا الله، اینی کنت من الظالمین، من از جمله ستمگارانم که قوم رها کردم. به مجردی که همین جمله را حضرت یونس میگوید و این تکرار میکند، خدای تبارک و تعالی از برکت همین الفاظ او را از بطن ماهی نجات میدهد و پس او را به روشنایی می آورد.
اینجا حضرت یونس علیه السلام در این جمله خود مفسرین میفرمایند که سه کلمه به کار برد. لا اله الا انت، از جملاتی که الله سبحانه و تعالی خوشش می آید. لا اله الا انت، خدایا نیست هیچ معبودی غیر از تو، هیچ کس نیست که مرا از بطن ماهی نجات بدهد، هیچ کس نیست که مرا از این تاریکی قهر دریا نجات بدهد، هیچ کس نیست که مرا از این جایی که فقط تو حاضر و ناظری و مرا نظاره میکنی دیگر کسی از حال من آگاه نیست. لا اله الا انت، این برای ما درس توحید الوهیت را میدهد. جمله دیگر حضرت یونس علیه السلام سبحانک، پاکی تو یا الله، تو از همه عیوب، از همه نقصان و اینها تو پاکی یا الله. خدایا من تسبیح میگم که زمین و آسمان میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض سبحانک. جمله سومی میدانیم چی بود؟ جمله اعتراف به گناه. اینی کنت من الظالمین، من از جمله ستمگارانم یا الله، ظلم کردم بر نفس خود، بر خود. اینجا مفسرین میفرمایند خوبه که این را هم بدانیم، هر جایی که برای شما مشکلی گیر آمد، مشکلی که میدانستیم که این باز شدنی نیست، حالا هر قسم مشکلی باشه که از بطن ماهی مشکلتر نخواهد بود، از تاریکی شب مشکلتر نخواهد بود، از او قهر دریا مشکلتر نخواهد بود. مفسرین میفرمایند هر کس این جمله مبارکه با اخلاص کامل در وقت مشکلات بگه، خدای تبارک و تعالی او از مشکلات نجات میده. او جمله چیه؟ لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین. امیدواریم که برادرانی که حفظ داشتن تکرار بکنن، برادرانی که حفظ نداشتن این یاد بگیرن در وقت مصیبت و مشکلاتی که هیچ کس نبود که به سراغ ما بیایه و مشکل ما حل بکنه، با اخلاص کامل کسی این جمله را بگه، الله سبحانه و تعالی مشکلاتش را حل میکنه. مثل که خداوند مشکل حضرت یونس به برکت همین کلمه مبارک لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین، خداوند مشکل از او حل کرد.